اگر تو هم مثل من دلت میخواد یه همچین برج تسلای خفنی بسازی، حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باش. خب بچه‌ها، برای ساختن این برج خفن کلاً به چیزای زیاد و خاصی نیاز ندارید. 2 تا از اینا میچینید، یعنی 3 تا میچینید، بعد میاد اینجا روشو یه دونه از اینا میچینید. حالا 2 تا باشه فکر میکنم بهتره. آره، میاد یه دونه از اینا میچینید، یه بلوک دیگه میذارید، یه دونه اسلب میذارید، این بلوک زیریه رو ماین میکنید بدین شکل. حالا ما یه دونه بچه‌ها میریم بالاتر، بدین شکل اینو ماین میکنید، اینو میذارید، اینو اینجوری میرید بالا، این بالاییه رو اسلب میذارید و اینجا رو، این 4 طرفش رو میایید و اینجوری فنس میذارید بدین شکل. بعد الان میایید این فنس وسط رو میکنید و میرید نزدیک داخلش یه دونه گاردین میذارید و با این فونکشن اینویزیبیلیتی گاردین رو نامرئی میکنید بدین شکل. خب حالا اگر یه آدمی که داخل سرور یا مپ شما هست بیاد و نزدیک این گاردین بخواد بشه، پخ میشه. چجوری؟ خب بچه‌ها مثلا نگاه کنید، الان من یه پلیرم، خب بذارید من برم نزدیک اون چیزه بشم. اگر من بیام و نزدیک اون، حالا به اصطلاح برج تسلا بشم و وایسم اینجا، بخوام مثلا حالا اینجا حرکت کنم، مثلا اینجا یه خط اینجوری به من وصل میشه و من رو میکشه و اینجوری بچه خیلی راحت میتونید برای کسایی که تو مپتون میان و حالا تو سرورید یا تو مپتون با یکی از دوستاتون هستید، میتونید راحت اینجوری این برج رو درست کنید. خیلی ایزی میتونید بسازیدش و خیلی کاربردیه دیگه برای دور کردن مزاحما و بله به همین راحتی میتونید یه برج تسلای خیلی خفن بسازید. خب بچه‌ها اگه از این خوشتون باشه، اگر ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، چنل رو ساب کنید و حتما بچه‌ها یه کامنت هم بذارید که بچه‌ها من اینجا رو میخوام تکمیل کنم. حتما ویدیو رو لایک کنید تا من اینجا رو بسازم و هیچی دیگه بچه‌ها لطفاً ساب کنید تا ویدیو بعدی. فعلا خدا نگهدار.